فرمایید، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. من خدمت شما عزیزان، مهمانان گرامی، تجار، دانشگاهیان، هیئت دولت و عزیزانی که از دولت اینجا حضور دارند و ما که مهمان شماییم، عرض سلام دارم و از خداوند بزرگ میخوام که این جلسات رو و این نشست‌ها رو منجر به مسیری بکنه که خداوند خودش هر روز در نماز ما رو یاد داده که بگیم خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن. و راه مستقیم یعنی چنگ زدن به ریسمان خدا. و این آن چیزی است که در حقیقت شایسته و برازنده ماست. ارتباط ما و پاکستان از جهت‌های مختلفی به هم گره خورده. سابقه تاریخی، زبان و ادبیات مشترکی که داشتیم، فرهنگ ما، دین و باور و اعتقاد ما، همه اینها زمینه‌هایی است که ما رو با شما برادران و خواهران گره میزنه، زندگیمون رو، آیندهمون رو با آنچه که هست. علامه اقبال لاهوری، اون ادیب بزرگوار پاکستانی، ابیات و شعرهای بسیار زیبایی در رابطه با نگاه و این که مسلمان‌ها یک آینده روشنی با هم باید رسم بکنند رو داشته. اینجا بد نیست چند بیت از اشعار اون رو خدمت شما بگم که شاید ما ایرانی‌ها بیشتر از شما پاکستانی‌ها با شعرهای زیبا و الهام بخش اقبال لاهوری انیس بودیم، همراه بودیم. در یه بیتی میگه که خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. خداوند میگه اون ملتی رو که سرور و آقا میکنه که برای عزت و سربلندی خودش تلاش میکنه، زحمت میکشه. اون آدمایی که برای دیگران تلاش میکنن، چشم در سرزمین دیگران دارن، خدا به اونا هیچ حاصلی نمیده جز آوارگی و بیچارگی. ما سیاستمداران، ما دانشگاهیان، ما تاجران باید دست به دست هم بدیم و وحدت و انسجامی رو که در اشعار اقبال هست، در اشعار و فرهنگ ما هست، در آیات قرآن هست، در احادیث هست، بهش عمل کنیم. من یه شعری رو در سخنرانی ها در ایران و بین مردم بارها و بارها تکرار میکنم، از اقبال. اقبال میگه که همچو آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی خیال دیگران. در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز، آشیانی که نهادی به نهاد دیگران. میخواد به ما بگه اقبال عزیز که به جای اینکه چشم به بیگانگان بدوزیم، به جای اینکه خودمون رو محو جمال دیگران بکنیم، به داشته‌های خودمون، به توان و پتانسیل خودمون و به باورها و اعتقاد خودمون باید دل ببندیم. ما با بالهای خودمون میتونیم پرواز کنیم. با وابستگی به دیگران
با نگاه به دیگران به اون عزت و سربلندی نخواهیم رسید. خودمونیم که باید تلاش بکنیم به اون جاهایی که باید برسیم و ما میتوانیم برسیم. کافی است که باور کنیم. و در تمام اشعار علامه این تفکر و این اندیشه رو میخواد در ذهن خاورنشینان، در ذهن خاورمیانه‌ای ها همچنان زنده نگهدار و بیدار بکنه که ما میتوانیم به جایی برسیم که برترین و بهترینه. این مهمترین باوری است. हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज दैट मैटर्स।